соат ба вақти прага расо 13 аст ва бо тозатарин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон ман Шаълӯйгул хоҷа дар хидмати шумо. Сархати барнома имрӯз 28 феврал. дида ба дидор расид. Бо фаъол шудани гузаргоҳи назди марзи дар вилояти Суғд рафтуомади сокинони Тоҷикистону Узбекистон осонтар шуд. خدای خداوند سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان. پیامدی رشک زنی که در اداره ثبت حالت شهروندی به رهبر آن حمله کرد به میده افباشی متهم می شود. شروع کارهای بنیادی در ساختمان‌های منزلی دسтрас مشتریان چشم انتظار را دوباره دلگرم کرد. آنها میگویند از اجاره‌نشینی خسته شدند. هر چقدر ما تیزتر مبلغ رو یعنی که سپاریم همون قدر کار پیشتر می‌رود. و شروع میکنیم از آن که مقامات ازبکستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده به جانب دوشنبه تسلیم نمودند. امید وحیدов ساکن 57 ساله ایسار برای قاچاق مواد مخدر تحت پیگرد بین‌المللی قرار داشت. مقامات میگویند بازداشت وحیدов روز 26 فوریه در توشکان صورت گرفته است. فرستادن امید وحیدов به تاجیکستان در اساس همکاری نهادهای انتظامی دو کشور انجام شد. نه تنها در مبارزه با جنایتکاری بلکه در مسائل مرزی نیز دو کشور همسایه همکاری‌ها را تقویت می‌بخشند. در شمال تاجیکستان یک گذرگاه مرزی با ازبکستان را باز کردند که برای روا از طریق آن ساکنان دو طرف باید صدها کیلومتر را طی کرده روادید می‌گرفتند. گذرگاه پتر اندرخان ناحیه کانی بادام ولایت سوغد را با منطقه بی‌شریق ازبکستان می‌پیوندد و معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند به این گذرگاه رفت. майрамби 80 сола ки дар фироқи бародараш месӯхт баъди 15 сол фарзандони ӯро дид. برادرم ترغنبای یلداشوف اینجا زندگی میکرد. سال 1991 در 50 سالگیش درگذشت. پسرانش نومان جان و دخترش رزق گل اینجا هستند. به دیدن آنها آمدم. پیرزن در حق تاجیکستان و ازبکستان دعا میکند که سفرش را آسان کردند. خدای خداوند سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان. майрамби از این گذرگاه مرزی به تاجیکستان وارد شد. گذرگاه پتر اندرخان در ناحیه کانی بادام که 10 سال بسته بود. خورشید پسری برادر و یکی از نبیرگانش او را پیشواز گرفت. 15 سال شد ندیده بودیم. ندیدن؟ این برادر از کانی بادام هستند. اینو همون بچه همونو پسرشون. پسرشون میشوید. این کس مال نو دیدید شما؟ اینو انجا 20 سال شد دیگه نبوده. چی نام دارید شما؟ اسمینگیز؟ عثمان جان. اسمم عثمان جان. مادرم 80 ساله است. چون سرحد را باز کردند با مادرم آمدیم. بگذار خیشانش را ببیند. به یگان مشکلی آمدیم. آسان بود و رحمت به رهبرانی ما. گذرگاه پتر اندرخان را 20 روز پیش باز کردند. در مرز به غیر از شناسنامه از مردم چیزی نمیپرسند. از عمه فراغت هم نپرسیدند. اینا خشتبار هستند به شما؟ چقدر وقت باز شما دیده نبود تا یاد گرفتن؟ دختراشون من 15 سال ندیده بود. 15 سال بعد کن دیگه. رفتن دشوار بود یا اجازه نمیدادن پیش؟ دشوارتر بود. کانی بادام از ناحیه‌های مرزی است که 10 روستای ازبک نشین دارد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان چند پیش اجازه دادند ساکنان ناحیه‌های مرزی برای 5 روز به ویزا به قلمروی همدیگر سفر کنند. ما ازبکستان تاجیکستان با فرامدگی من خیشت تا برام دیدم خواهر دادره پدر مادر برافزادیم. بسته بودن گذرگاه در عهد رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف زندگی مردم دو طرف را که رشته‌های خویش و تباری زیاد دارند سخت کرد. پتر اندرخان یکی از 16 گذرگاه است که تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند باز کنند. اینجا را در آستانه سفری شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان باز کردند که قرار است ماه آینده به تاجیکستان بیاید.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. یک حمله ناگهانی روز گذشته رئیسی اداره ثبت اسناد حالت شهروندی نویه فردوسی را در وضع ناگوار قرار داد. پروین رحمان و مادر دو فرزند خردسال سیاحت دوستی زاده را در اتاق کاریش لط و کوب و سندهای مهمی روی میز بوده را پاره می‌کند. این ماجرا را همکارم عبدالله اشورف تحقیق دارد و حالا در خط با ماست. عبدالله، سبب حمله در چی است؟ بله شهلا، این زن نیمه دوم روز 27 فوریه راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ناحیه فردوسی وارد شده است. خیلی آتشین بوده است و به اتاق رهبر این اداره در آمده میپرسد که آیا آنها شوهر او را با زن دیگر نکاح کردند و بعد گرفتن پاسخ مثبت او روی راست به رهبر این اداره در میافتد و حتی حجت‌های روی میز او را هم چارسو پاش می‌دهد و اصل این حادثه را رهبر این اداره به ما چنین نقل کرد. نامش پروینه بود. همون حجتایی که در دستش بود همیشه ما روی وی حجتا دیدیم که نامش پروینه بود است. ما وی نمیدونستیم، نمیشناختیم. بعد که نشد دو فیغان بیرون همه تماشابین خیلی میبخشید. من به خودم خیلی چنین گپای کوچگی میبخشید دستنامه‌ای که وی در حق من کرد من این تصور نمیبینم همچون خدمتچی دولتی و به حد نسبت من گپای ناجوز است. حجتای من وی کرده ها بالای استولی من هم خیلی قضا زده و در بالای استولم دو فیغان کده شپید دست داشت قطعی شپ هم کرد. وقتی که حجت قپیدم حجت اینجا حجتای وی هست که بالای میزنده حجتایی که من باید به قید گیرم و حسابات داشتیم همون اگر که قپم گفتم دستم کنده خونشار کرد و بعدا ماموران ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ناحیه مجبور شدند به کارمندان میلیسه مراجعت کنند. پس از آمدن کارمند میلیسه باز هم این زن خیلی آتشین باقی مانده تهدید کرده است که طفلی 1.5 سالش را که در دست داشت از تریزه این آشانه به زمین می‌افکند. اما خوشبختانه کارمندان میلیسه توانستند که اون زن را از این راهش برگردانند. عبدالله، بالاخره معلوم شد که شوهر این زن واقعا همسر دوم داشته است یا اینکه فرزند مشترک آنها در نتیجه رابطه غیر مشروع و یا دقیق تر گویم تصادفی به دنیا آمده است؟ شهلا از این ماجرا برمی آید که این زن خودی همین روز بعد از چندین سال زندگی با شوهرش اکنون فهمیده است که شوهر او زن دیگری داشته است و از زن دیگرش از زن دومش یک فرزند هم دارد. این زن با شوهرش وارد یک بحث دادگاهی بوده است و در دادگاه مسئولان دادگاه به اون نسخه شهادتنامه تولد فرزند این مرد را از زن دیگرش به اون دادن و این زن آتشین شدن این نسخه شهادتنامه را گرفته راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی آمده است. وقتی او فهمیده است که این حجت واقعا تقلب نه بلکه حجت اصلی است آتشین شده به کارمندان ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در افتاده است. با تشکر از عبدالله. همین حالا معلوم شد که در نسبت پروین رحمان و برای مایده بوشی پرونده باز کردند. طور معلوم در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود چون قانون جنایی کشور چند همسری را منع کرده برای بسیار زنی جریمه یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبرهای بعضی از رسانه‌ها درباره آنکه کولی سرز سبب سیل و آبخیزی در افغانستان شده است به اساس می‌داند. متخصصان تاجیک می‌گویند ادعای مقامدار افغان عبدالله همایون دهقان هم که گویا بعد از زمین لرزه سال گذشته در سربند کولی سرز شکاف به وجود آمده است حقیقت ندارند. همکاران ما از نسته شیوریه در این باره با مسئولین ساحه صحبت کردند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان چند دلیل را پیش می‌آورند که خطری پیدا شدن رخنه در سربند کولی سرز را رد می‌کند. به گفته متخصصان حجم آب در زمستان امسال زیاد نشد، آبشوی پریخ‌ها به مشاهده نرسید و خود کل هم کاملا یخ بسته است. این خبر یگان اساس ندارد. جای یادآوری است که در کمیته حالت‌های اضطراری نزد حکومت تاجیکستان شعبه فعالیت می‌کند که شبانه روزی وضع کل را نظارت می‌برد. متخصصان می‌گویند همه خوب است. اخیراً بعضی از رسانه‌ها صحبت رهبر بخش حالت‌های اضطراری منطقه بدخشان افغانستان را نشر کردند. به گفته او گویا در سربند کولی سرز شکاف‌های نوی پیدا شدند.
به ادعای این مقامدار افغان محض همین باعث از ساحل بیرون شدن آب دریای برتنگ و سیل و آبخیزی در افغانستان گشته است. از نگاه من این مقامدار افغان حتی درباره موقع جایگیرشوی کل سرز و دریای برتنگ معلومات ندارد. در صورت رخنه شدن سربند کل سرز احتمال زیر آب ماندن منطقه های زیاد در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان وجود دارد. در مجموع امکان آسیب دیدن تا 5 میلیون ساکنی کشورهای پایان آب موجود است. کل سرز سال 1911 هم در نتیجه زمین لرزه 10 بلی و بر اثر کوچش کوه میان ناحیه های روشان و مرغاب امروز به وجود آمده 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. به قول متخصصان تاجیک رخنه شدن کل سرز تقریبا غیر امکان است، زیرا پهنای سربند آن بیش از 2 کیلومتر را در بر میگیرد. камерсиятҳо гузориш медод ва дар идомаи мавзӯи Афғонистон имрӯз дар ҷараёни нишасти байналмилалии маъруф бо Кабул процесс раиси ҷумҳур Шаҳ Ашраф Ғанӣ пешниҳод кард ки ҳамчун як бахши раванди сулҳсозиш Толибон гурӯҳи қонунии сиёсӣ эътироф шавад. ва аз ҷумла гуфт ки ҳукумати Афғонистон барои оғози гуфтугӯҳо бо Толибон ҳеҷ шарте надорад. шакли комили хабарро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org бихонед. бармегардем ба Душанбе. оғози дигар бораи кор дар сохтмонҳои манзили дастраси шаҳри Душанбе онҳоеро ки дер боз орзуи аз хонаҳои иҷора кӯчиданро доштанд ба умед кард. баъзе аз ин муштариён мегӯянд ба ками аш 4 сол боз интизори хонаҳои вадагӣ ҳастанд. манзилҳои ба ислоҳ арзон бояд 3 соли пеш ба соҳибонашон супурда мешуд, аммо буҳрон кори ин таҳро ба таъхир гузошт. Сарвинози Рӯҳулло бо ҷузъиёти ин мавзӯъ ошност. ҷалби чандин ширкатҳои сохтмонӣ барои зудтар бунёд шудани бинои баландошёнаи манзили дастрас садҳо муштариро ки солҳост мунтазири хона ҳастанд дубора умедвор кард. Гулчера Каримова яке аз онҳоест ки сохтмони ин бинои баландошёнаро бесаброна интизор аст. 4 сол аст ҳар рӯз инҷо меояд ва мепурсад ки кай хонаи онҳо омода мешавад. ҳоло аз як дастури шаҳрдорӣ хурсанд шудааст. соли 2014 самгузор ҳастем. شاید با سبب‌های معلوم یا نامعلوم اینش بهتر بود ساختمان کردیم وقف ماند. اگر حاضر اگر با کار در اومده دیدیم که کار کرده ایستادن خیلی امید داریم. شهرداری دوشنبه چند روز پیش از مشتریان شرکت منزل دسترس خواست مبلغ باقی مانده را پرداخت کنند تا ساختمان را زودتر به پایان رسانند. در جلسه با سهامگذاران رسانیده شد که اگر آنها سهامگذاری خود را دوام ندهند کارهای ساختمانی پیش نمیرود. این نقطه به آنها فهمانده شد. در برابر گلچهره صدها مشتری دیگر که خانه ندارند و اجاره میشینند خرسند شدند. هر چقدر ما تیزتر مبلغ رو یعنی که سپاریم همون قدر کار پیشتر میرود. ساختمان بیناهای استقامتی طرح منزل دسترس سال 2013 با کمک مالی حکومت دوشنبه شروع شد و قرار بود 2 سال بعد خانه ها را به صاحبانشان اکثرا زیاییان بسپارند. قسمی از پولی خانه ها را خود مشتریان می سپارند. ولی کار طول کشید. ساختمان هم به کندی پیش رفت. بعضی از سهامداران از ترس خواستار بازپس گرفتن مبلغ های پرداخته اشان شدند. بعضی ها به در روزنامه ها رفتند که دادشان را به مقامات برسانند. اکثریت خانه های خودشون فروخته مبلغ بردن و در صورت حسابی ساختمان منزل دسترس گذاشتن. این اکنون از سال 2013 تا امروز 5 سال می شود که اکثریت اونها اجاره نشینند. با گفته مقامات 70% خانه های منزل دسترس مشتری دارد. پرداخت مبلغ برای خانه های نو طبق این برنامه تدریجی است. طرح منزل دسترس یکی از طرح‌های شهرداری دوشنبه در زمان رهبری محمد سعید عبیداللهیف بود. شهرداری دوشنبه این طرح را برای با خانه‌های ارزان تامین کردن اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجوی راه اندازی کرد. آنهایی که در دوشنبه اجاره نشین بودند و آرزوی خانه خصوصی داشتند در طرح حل مشکل خود را می‌دیدند. اگرچه امیدشان برای پیدا کردن خانه کمتر شده است، اما میگویند چاره بجز از صبر ندارند. برنامه امروزی ما انجام یافت. برای همراهیتان تشکر. فردا شما را در همین وقت منتظر هستیم. خدا نگهدار هر یک شما باشد.